علما میفرماید رمضان یوسف ساله. یعقوب علیه السلام 12 پسر داره، 11 پسر خطا کرده، 1 پسر نیکوکار است و خطا نکرده. به خاطر دعای یعقوب الله رب العالمین و به خاطر این 11 یا این پسر 11 پسر دیگر را الله از گناه اونا میگذره. رمضان یوسف ساله. 11 ماه بنده گناه کرده، به مجردی که رمضان آمد نبی کریم صلی الله علیه و سلم میفرماید کل گناهایی که در بین رمضان و تا رمضان دیگر صورت گرفته الله معاف میکنه. ماهی است که اول این ماه رحمت الله سرازیر میشه، در وسط این ماه که هست مغفرت الله و بخشش الله سرازیر میشه، در آخر این ماه الله رب العالمین بندگان خود را از جهنم و دوزخ بیرون میکنه. در این ماه دروازه های جنت الله کلن بازه و دروازه های جهنم و دوزخ الله کلن بسته و تمام شیاطین و جنیات متمرد و الله رب العالمین بسته می کند و به زنجیر می کشد که مبادا بندگان او را گمراه بکند. ماه مبارک رمضان و الله رب العالمین در شبهای این رمضان خیلی از بندگان را از جهنم خود و از دوزخ خود بیرون میکنه. نوافل این ماه به اندازه فرائض ثواب داره. فرضهای این ماه هر فرضی 70 فرض الله قبول میکند. نماز خواندن انسان، روزه گرفتن انسان، نفس کشیدن انسان، خواب شدن انسان، کار کردن انسان، تسبیح گفتن انسان، تلاوت قرآن، همگی را الله رب العالمین به جای نیکی قبول میکنه. و رمضان مزد او را فقط خود الله عطا میکنه. الله رب العالمین ما را در شرف رمضان قرار داده و این نعمت بزرگی است که الله به ما داده. در این رمضان شبی قرار داره که بیش از 1000 ماه عبادت کردن ارزش داره. و رسول کریم صلی الله علیه و صحبه و سلم فرمودند ان فی الجنة بابا یقال له الریان. در جنت الله و در بهشت الله دروازه است به نام ریان. ریان یعنی سیرابی. و از این دروازه داخل نمی شود مگر کسی که روزه داره. اونهایی که روزه ندارن اجازه داخل شدن از این دروازه در جنت الله و در بهشت الله ها ندارن. پس این رحم الله رب العالمینه و لطف الله رب العالمینه که ما را تا رمضان نگه داشته الحمدلله. و در رمضان اگر وفات کردی به شرطی که احترام این ماه و احترام این روزه را گرفته باشی دروازه جهنم وجود نداره که تو در جهنم الله داخل بشی. راحت باش، شکر نعمت الله رب العالمین بکن و عبادت الله بکن و فرصتی است برای توبه کردن که الله بر بندگان عطا کرده.